اینجا مال معدنکارای ایتالیایی هستن که دوره رضا شاه پهلوی تو معدن راهن که داشتن راهن میکشیدن معدن ریزش میکنه و خب تعدادی دفن میشن اونجا. بعد در میارن مهندساشون اینجا دفنه و کارگراشون هم بالا تو زیر زمین دفنه. کنار دستش هم مزار آقای آقایانه که خودشون تاجر، بله، تاجر، یکی از بزرگترین تاجرای شکر تو ایران بودن دیگه. حالا راست یا دروغشون نمیدونن که خانم بیدا که دخترشون هستش، حالا رو میگم راست و دروغش نمیدونم، ولی خب تو تاریخچه‌ای که هستش نوشته شده معشوقه محمد رضا شاه پهلوی بودن. این خانم قبل از خانم پوزیه، قبل اینکه با پوزیه ازدواج کنن اینواری با هم دیگه معشوقه بودن. حالا میگم راست و دروغش رو من نمیدونم به پای اون کسی که نوشته، اون که تو تاریخش نوشته دارن. اینجا مزار آقای کنت مونتس، اولین رئیس پلیس ایران که تو دوره قاجار، فکر کنم تو دوره تتلیش‌های قاجار بوده، فکر کنم که اومدن که نظم و قانون این چیزا رو وارد ایران کردن.